شما خوب هستین خانم؟ خواهر خواهر بدم خواهر چی گپ است؟ گپ ما گوش کن. ای پوله بگی برو به هر کسی که میتی بتی. خواهر مرا ببخش لطفا. اینجا بیا. احتیاط کن، درست است؟ استاد شد، فرار نکن. آدم کسی پس کجا فهمیدی که پیش دکتر میرم؟ مادر حتما تو برش گفتی. متوجه کل جای باشی، فهمیدی؟ درست است بیادر. چی شده؟ بیا در اونجا هیچ کس نبود. سایس بیا که بریم. بریم. شرکتی صوف سودو داروهایро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, барои бемории псориаз ё ба қувват кардани мардонагӣ ё бемории пӯст ва инчунин дороҳоеро ба намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбе ё хароб шудан дороҳои бца, протеин ва генерҳои соф савдо ба шумо ҳатман кӯмак мерасонад. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3 то 5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. چطور شد؟ دختر پیدا تانستین؟ همیال دمی سرک آمد. ایره خب ما میفهمم، اما چی شد؟ خانه خالی است. خدایا بر اولین بار همراهیم کمک کردی، 1000 بار شکرت. هنوز خود یک دقیقه دیر نشده بود. تو چیزی که دستت هست اگه بزنی باز قاتل میشی. چطور یعنی؟ چی قسم دیدیمی که در پشتم چشم داری؟ سلام. راستش میفهمم که زیاد متعجب شدین، اما قسم میخورم من دزموس نیستم. قسم میخورم. نزدیک نشین. نزدیک نشین اگه نمیزنمتان. گفتم میزنمتان، نزدیک نشین. چراغ. نه که زمین چاک شد و دختر خود که چطور؟ شما رو میگم احمقا، برین زود چاین بپالنش. عجله کنین، بیاین.
من سفدو هستم. او تو او تو بگیرین. چپلیایتان نفهمیدم. چپلیایتان میگم هنوزم در پایتان است. وقت داخل می شدین باید از پایتان می کشیدینش. راستش شما دفعه اون قسم گفتین. معذرت میخوایم، همیانو میکشمشان. از کسایی که در بیرون هستن فرار میکنی؟ هنی یعنی بله. ببینید میفهمم که بدون اجازه در خانه‌تان داخل شدم، اما گناهکار نیستم. بیازو چند دقیقه بعد من میرم. کجا میرین؟ در خانه خودم. به خاطر رفتن باید از شما اجازه بگیرم؟ نه نمیخواستم این قسم بگویم. یعنی راستش فکر کردم کدام کار غلط میکنین. او میخورم. شما میخواین؟ نه نمیخوایم. بسیار تشکر. یک آدم عجیب است. دوستا اگر کسی دیده یا شنیده بگویه. کسی که مجرم کمک میکنه یا پنهان میکنه خودشون گناهکار است. ای چی میگه؟ بیخی گد بودن. این خانه را دیدین؟ نه خیر، اونجا خانه ملا صاحب است. گفت خانه ملا؟ ملا صاحب بعد از نماز خفتن به خانه خود رفت. اگر می آمد حتما خبر میداد. خیلی بریم دیگه. زود باشین، عجله کنین، طول نتین. ایتالی را بیبی فرار کرده به خانه ملا آمدیم. ملا صاحب پلیس واس کنین. مناسب عذر میکنم، مرا به اونا تسلیم نکنین لطفاً براتون عذر میکنم. مناسب گوش کنین. من همیشه از خدا دور بودیم مناسب. اگه شما امشب مرا به اونا تسلیم نکنین باز من دعا میکنم. شما زیاد ثواب خود بردین. چی میگین؟ مناسب براتون عذر میکنم، مرا به اونا تسلیم نکنین. شما را به خدا و پیامبرش قسم میتم ملا صاحب. لطفاً ملا صاحب. شب بخیر. یک واقعه دزدی رخ داده. ما فکر میکنیم در یکی از این خانه‌های منطقه است. یک دختر است. راستش ملا صاحب یک دختره بازاریز، هیچ خوب معلوم نمیشه، باور کنه. بازاری؟ حالا بیادرم تو به کارت برس. سر یک مرد به خاطر پول حمله کرده. شما دیدینش؟ چهارده ساعت قبل.
بگی. من دیگه میرم. کجا میری؟ مصاحبه کاری دارم. چه قسم کار است؟ با مادرم گفته بودم. سینان کجاست؟ در اتاقش هست. چند دفعه براتون بگویم که در وقت نان خوردن باید یک جا باشیم نه؟ اسم امیالو میرم صدایش میکنم. شما بشینین مادر. خودم سینان صدا میکنم. سینان زیاد فکر کردم نمیتونم منصرف شدیم. برات گفتم نمیتونم. قبول. امانتی را امیال برات میارم. دلت جمع باشه. تو تشویش نکن. خداحافظ. خیرت است. ای امانتی دیگه چی است؟ چیزی نیست خواهر. به خاطر چی منصرف شدی بگونی؟ بله منصرف شدم خواهر. همین به نظرت مهم نیست؟ خب بانش درست است. هم بیازم از خود کار دارم. حالا بیا که چای تیار ما است. دلم نمیشه. ایره خودت به پدرم بگو جانم. اوه بچه خان بالاخره تشریف آوردی. بیشی. نه پدر جان دلم نمیشه. من یک کار عاجل دارم. اوه هر کس از خود کار داره اما هیچ کس به این خانه پول نمیاره. بیشی نانت زار کو. گفتم بیشی. گفتم دلم نمیشه. نمیخوایم. بچه بیشی دیگه. تو چی رپورت میکنی؟ نه پدر چیزی رپورت نمیکنم. یک بار ببینم. بیا 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 بیا. بکش. دست تا پاس کن. آهای کوکسال. کوکسال. پدر رو برام بده. پدر لطفاً بده. احمقی چی است؟ بچه لودایی چی است؟ سینان پدر شما چی میکنی؟ تو مداخله نکن دخترم. کوکسالی تو چی میکنی؟ بدون فهمیدن بدون شنیدن چرا میزنی؟ بگو چی رو نفهمیدم؟ اینا مواد مخدر هستن. مواد مخدر. چی؟ سینان بطه اینا رو. سینان پدر شما کجا میره؟ سینان نرین. پدر. سینان پدر. سینان احمق چه باش. گفتم مداخله نکنه. پدر چی میکنی؟ صبر کنه. مادر شما چی داره؟ احمق بچه بهترین. پدر پدر. پدر. آرام باش جان مادر. تو هم صدایت چپ کن. کوکسال لطفا. خدایا من چی کنم؟ حالا چی کنم؟ گفتی چی کنی ها؟ خوب است. قسم میفهمی چی میکنی؟ باید انسان شوی. گفتم انسان شوی. پدر استاد شو. حالا استاد شو گفتم. استاد شو. زود شو استاد شو. استاد شو اصاب من خراب نکن. گفتم استاد شو. استاد شو. بگو برام احمق اینا رو برات کی داد ها؟ بگو برات کی داد؟ احمق اینا رو برات کی داد؟ کی داد؟ بچه لوده اینا رو کی داد گفتم؟ بگو اگه نمید گوشمه. بگو تمامش به خاطر تو است خیلی. تمامش به خاطر تو است. این اولادا به خاطر تو به این حالت رسیدن. پدر صبر کنین. به زمان طرف شده بود. تو از کجا میفهمی؟ بس از چند دقیقه پیش در اتاقش برام گفت. صبر. پدر لطفا آرام باش. سینان صبر کن. سینان صبر کن. بیادر تو احمق هستی. متوجه هستی که چی میکنی؟ آی خواهر بس است دیگه. اگه تو میزنی بیا بزن که دلت یخ کنه. چطیات نکو. کی تو را مجبور به این کار میکنی؟ خواهر کاملا معلوم دار از قرض ما مجبورم میکنن.
به انسان ها زهر دادم، میخوایی ما را از قرض خلاص کنی؟ همین راه حل یافتی؟ محمد می خاطر منصرف شدم دیگه. اما میفهمی اگه پدرم یک بار به گپایم گوش میداد، فقط یک بار، برش گفتم امانت است اما هیچ. خب حالا باید چی کنیم؟ من حلش میکنم، تو تشویش نکن. سینان اینا کی هستن؟ خواهر تو چی میکنی که اونا کی هستن ها؟ گپ ما گوش کن، برشان راست بگو پدرم گیریم کرد اونا رو در کموت انداخت. اگه قبول نکردن باز به من سنگ بزن. درست است؟ گفتم درست است؟ درست است خواهر. سرم ناوخ شد. کجا میری؟ سلام، من به خاطر امتحان مدل تجارتی اومدیم. با می کالا؟ اگرچه چهرهت مقبول است اما باز کالای من چی شده ها؟ احمق. سلام. خانم نیشه؟ بیاین نوبت شماست. قبول خداوند قبول کن. خداوند قبول کن. قبول باشه. ملا صاحب خدا قبول کنه. از شما رو قبول کنه. خداوند قبول کنه. خداوند قبول کنه. سلام بیادر، چطور هستی؟ علیکم سلام، خوب هستم، تشکر. خداوند ازت راضی باشه بچیم. کاکا اصلا تو چی میکنی؟ اگه تو نمی بودی بچیم از وضعیت هیچ کس خلاص کردن نمیتونست. خداوند از تو راضی باشه آقالی. خداوند خیرت بده.
خداوند از کل ما راضی باشه کاکا حسن. خداوند قبول کنه. خداوند قبول کنه. قبول باشه. علی میشه چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ چیز به گپ زدن نمونده. اما قدر تنهایی برات کافی نیست؟ چی وقت پس میایی؟ هیچ وقت پس نمیایم. خانم سیفدا ایلمز مستم. بفرمایین. نیکن رای مرش خندی میکنی. بفرمایین از او طرف برین. تو ایره میبینی خانم، یک بار خوب ببین. اینا را قسم قبول کرده نمیتونیم. هیچ کدامش مورد قبولم نیست. بگی ببر. درست است پیدا کردم. چهره که میپالیدم همی است. خودش است. نامت چی است؟ سفدا ایلمز. یک دفعه دور بخو. هفته دیگه بیا قرارداد میکنیم، کار شروع میکنیم. چطور یعنی من انتخاب شدم؟ بله. راست میگی؟ بله. بسیار زیاد تشکر. میبخشید من باور نمیکردم. زیاد هیجانی شدم. باور کنین دوستا مدل مورد نظر خود انتخاب کردیم. شما رفتم میتونین. تشکر. روز خوش. ناق وقت ما رو ضایع کردن. بسیار زیاد تبریک باشن. بسیار خوش شدم. بسیار تشکر. زنده باشین. روز بخیر. بله توکچه. مشنوم جانم. انتخاب شدم. بله آرزوی با واقعیت تبدیل شد. گوش کن من خب برات گفته بودم که یک روز با آرزوت میرسی. ای که چقدر خوش هستم برات گفتن نمیتونم. بی اندازه خوش هستم. زنده باشین آقا اویگار. اگه شما نمی بودین باز ما چی میکردیم؟ بسیار زیاد تشکر. خداوند هیچ درد براتون نشان نده. خواهش میکنم با اینا هیچ ضرورت نیست. به خاطر سفدا هرچی که کنم بازم کم است. کمان بوده میتونه جانم. از این بیشتر باید چی میکردین؟ خانه ما را از لیلام شدن نجات دادین. تمام قرضای ما را پرداخت کردین. اگر در کل عمرم کارم کنم بازم قرض شما را پرداخت کردن نمیتونم. آقا کوکسال، شما پدر دختری هستین که من دوستش دارم. اگر همراه سفدا عروسی کنم باز پدر ما میشین. به این خاطر در بین ما ای گپای قرض مرز هیچ نمی باشه. مثل امیرا زندگی خود کردین. اما به شرطی که سفدا بله بگویه. البته میگم. میگه دیگه. یعنی و میفهمه که شما به خاطر ما چی کارایی کردین. راست نمیگم خیریه؟ البته چرا نه؟ یادم باز در اینجا چی کار داره؟ با وجود کل چیز نتونستیم که در میز نکاح بشینیم. باید یک تاریخ مشخص بسازیم.
بله یعنی شما مشخص کنین باز ما برش میگیم. درست است؟ سفدا؟ سفدا؟ دخترم؟ حتما صدای من نشنید. اما ترس فکر کنم شما رو ندید. خب حاله ما با اجازهتون میرم دیگه. استغفرالله بفرمایید. ما امرایتان میکنم. ما بازم منتظرتان هستیم آقا. این کار زیاد طولانی شد فهمیدی؟ ببینید همراه من نه، همراه دخترت گپ بزن. برش بفهمان که چی فداکاریایی را به خانوادش کردیم کوکسال. تو میخوای مرا دیوانه بسازی سفدا؟ ما با خروارا از او آدم قرضدار هستیم دخترم. اما تو حتی زحمتی خوش آمدی گفتن به خود نمیتی. اما تو نیست. من نیت آدمم میفهمم پدر. نیتش چی است؟ او تو را دوزاره میخوای امرای تو عروسی کنه. ما هم به او زبان داده میفهمی. زبان؟ زبان چی پدر؟ بدون پرسان از من چرا زبان میتین؟ سفدا دخترم ما در این باره چندین بار گپ نزدیم؟ ما هم هر بار گفتیم که میمونم اما که تو آدم عروسی نمیکنم پدر. عروسی میکنی؟ عروسی نمیکنم. تو را میکشم. کوکسال لطفا آرام باش. من برش گپ میزنم. خیر سال تو دخترم لط نکو. چی میشه؟ چرا باید لط کنم؟ این دخترم است. در بین ما مداخله نکو. سفدا دخترم مقبول من. وقت من ورشکست شدم باز حتی بیادرم هم از من روی گشتاند. اما امی آدم آمده قرضای مرا پرداخت کرد. اگه او آدم کمک نمیکرد آل ما در سر سرک می بودیم دختر قندم. باز تو خواستم همه چیزا خبر داری؟ عروسی کردن همراه آدم به من از مرگ بدتر است پدر. چرا نمیفهمین؟ اگه قرضدار باشیم باز چی گپ است؟ کار کردن پس برش ورشکست شدم دخترم. ورشکست شدم. خلاص شدم. ما در بازار ایس روی ندارم. گپ من فهمیدی؟ درست است من کار میکنم. میبینی کی دختر چی میگه؟ دخترم این چیزایی نیست که با کار کردن پرداخت شوه. باز تو یک دختر چی خود کردی؟ من براتون گفته بودم نه که به یک مصاحبه کاری میرم. من اون کارا گرفتم. مدل تجارتی انتخاب شدم. هفته جدید عکس برداری شروع میشه. همراهم قراردادم میکنن. ای چی میگه زن؟ مدل چی؟ قرارداد چی؟ ما سر دخترم قسم کارای بیناموسی رو نمیکنم. اگه مدل تجاری شدن بیناموسی است باز عروسی دخترتان امرای کسی که قرضدارش هستین با ناموسی است پدر. سفدا زبان تو روز به روز دراز شده میره. سیز کوکسال یک بار آرام باش. بسیار زود نامش از کلبا خواد برآمد و چه امام تو گلو خرق مواد مخدر شده.
تمامش به خاطر تو ما چه کردیم خدا جانم بگیره که دیگه بیغم شم چپ کن صدایتا. این صورت خیلی تو هم آمده متوجه اولادان چطور یعنی؟ حالا دیگه من این کار گناهکار شدیم ها؟ ما گناهکار شدیم؟ جزای تو را من حتما میتونم خیریه. جزای تو را من میتونم. بس از مادر من خلاص نگی. از این زندگی خسته شده. از تو نفرت دارم پدر. برای یک بارم که شده در حق ما پدری کو. برای یک بار به جایی که دختر تو می بودم، کاش که من هیچ وقت به دنیا نمی آمدم، کاش که تمون طفلی می مردم. تو بسیار تغییر کردی. ما جزای تمام این کارهای تحت من برات میتم دخترم. برو حرکت کن. دخترم ایلا گمزم کنین، ایلاش کنین. عجله کن. ایلم کنین، ایلاش کن. برو. تا وقتی که عقلش جایش نامده برش دروازه رو باز نمی کنی. نان عوام نیست. ما امرای و بچه روزانه کار تعیین میکنم. بعد از این هرچی که من میگم امو میشه و خلاص. به زور روز ساختنش کار خوب است. کسی که در داخل است دخترت. یک بار صبر کوبان ببینیم آقا اویگارا منتظر می باشه. کمی صبر کنیم. صبر کرده به این وضعیت رسیدیم خیریه. دیگه خسته شدیم. بس است. خودت دیدی که چی گفته؟ گفت که در حق ما پدری نکردی اما قسم برم گفت با ما. اما تو گفت خیریه. احمقا ما حتی به خاطر شما دستای ما به خون آلوده ساختیم. دست ما به خون آلوده کردم. ای تو چی میگی کوکسر؟ دستای ما آلوده ساختیم یعنی چی؟ پشتش نگرد خیریه. دقسش نشو. خدایا بچه کردیم که این رقم جزا میدی. سلام ملا صاحب، چطور هستین؟ خوب هستین؟ زنده باشین. خوب هستم. تو چطور هستی خورترک؟ در کارت برکت کن. نه ملا صاحب بیا چای آماده است. اون گلاس چای بخور. زنده باشین. کمی عجله دارم. باز یک وقت دیگه. سیس. آفرین. روزتان بخیر. روز شما بخیر. چطور هستین خانم میرال؟ زنده باشی. میشه که دواره برم بدین؟ البته. اما ای دوا در دواخانه نمونده. اگه عجله نداری میرم از کدام میارم. درست است. میشه. دو صورت خیلی یک دفعه بازار میرم باز پس میایم. درست است. مزاحمتان نمیشم. روزتان خوش. روز شما هم خوش. ای چی وضعیت از دخترم ها؟ کمی متوجه خود باش.
تو قدر درس خوندی فارماسیست شدی، تو لایق بیشتر از این هستی. پیش هر کسی قدر خدا کم نبیار. بس است مادر، بس است. میرال ولی از خدا تو چرا سر این دختر قدر فشار میاری؟ فشار چی جانم؟ چهار چشمه او طرف سیل میکنه که مردم برش چی میگه؟ میرال بین تو ملا علی چی نا تقسیم مانده؟ ملا علی گفته مرا کشتن. ملای چی علی هان جان؟ ملای چی؟ کسی که ملاز در مسجد میباشه، قسمی که خودت میفهمی. میرال پیش از اینکه او به این منطقه بیایه کل جای پر از راگیر و لچک بود. مردم از طرف شو برآمده نمیتونستن. ده کمتر از 2 سال تمام لچک‌ها را اصلاح کرد. بیبی برات واضح میگم، اگر 10 نفر دیگه همه قسم باشه، باز در استانبول بنام گناه چیز نمیمونه. تعریف کو به از او سرزبانای کلگی است. تو پس نمونی. تو هیچ چیزی را نمیفهمی. ولی از خدا بس از دیگه. راستی که یک آدم خوب است. چطور هستین ملا صاحب؟ زنده باشین. شما چطور هستین؟ زنده باشین. تشکر. خدا داد مرا ملا صاحب گفته در کل منطقه با نام ملا مشهور ساختی. بله ملا صاحب. ملا صاحب چی خدا داد؟ ما برای چند باری را گفتم. ما خودم تا هنوز از کل مردم دانه دانه یاد میگیرم. حتی از تو. فقط چیزایی را که یاد دارم همراه مردم شریک میسازم. خداوند ازت راضی باشه. تو از خود کساکویی نداری؟ دارم اما دقیقش نشو ملا صاحب. حقت ببخش. بفرما بیادر. زنده باشی. خداوند ازت راضی باشه. حالا خدا داد. من میباشم ملا صاحب. باش خدا داد. نه ملا صاحب ضرورت نیست. به سر جان بیادر ما یگان چیز بخر. باز به یک رستوران ببر شکمشم خوب سیر کن. حالا
بله بله دکتر، کجاستی؟ در بیرون هستم خواهر. ما در سر سرک ماندی. چی گپ شده؟ باز برات میگو. تو کجاستی؟ ایره برام بگو. من در بیرون هستم، اما تو کجاستی؟ ما پیشت میایم، همراه نهاد هستم. درست است. به ایستگاه سیتیلر بیا. درست است جانم، درست است. خوب هستی دونی؟ هیچ خوب نیستم دکتر. من از خانه فرار کردم. از خانه فرار کردی؟ سعیز بیا در خانه باز گپ میزنی. خداحافظ جانم. خداحافظ. وای او دختر پالویش بیبی بیخی دل موکت با خدا. توی مقبولی را بیبی. شب بخیر. بسیار زیاد تشکر. آدم به خود میکنه. یک دانه بود حال دو دانه شدن. خدا خیر پیش کنه. آی سیفدا جان که مزخلت کار بگی. او آدم بسیار پول دار از جانم. وقتی میخوای امرای تروسی کنه باز قبول کو. اگه فکر میکردی که به تفاهم نمیرسین و با هم زندگی کردن نمیتونین با طلاق بگی. من نمیگم کل عمر امرایش باش. دیروز من یک خبر خواندم. یک خانم چند روز از عروسیش دل شده بود طلاق گرفته. بسیار آسان. چتیات نگو دکتر. میمورم اما برای یک روزم خانم او نمیشم. اوف با من خو هیچ بد معلوم نمیشه. اگه ما به جای تو میبودم یک دقیقه فکر نمیکردم. چطور یعنی؟ به خاطر پول امرای کسی که دوستش نداشتی عروسی میکردی؟ آی باندگه حال دقیقه من نباش. ده اصل کت پدرت چی میکنی؟ از او خدا نجات میتم. یک برداری شروع شوه. پول به دست بیارم. سینان و مادر مام از دست او نجات میتم. مادرم است. بله مادر. سفدا کجاستی جان مادر؟ از تشویش مردم. خوب هستم مادر، خوب هستم. سیسما تو حالا کجاستی؟ در خانه توکچه هستم. امشب همینجا می باشم، تشویش نکنین. سینان خانه آمد یا نه؟ زنگ میزنم اما جواب نمیده. نامده تا هنوز نامده. بته که من امرای دخترم که بزنم زود با ما بته زود شو. بته چی شده سفدا؟ سفدا چیزی نشده. نه بگی بیبی همی که صدای تا شنید قد کرد. کوکسال بیبی در خانه توکچه است، پیش دوستش است. اوه 1000 بار شکر. صبا خانه میآید. ما او را قانع میسازم جانم. همراه آقا اویگارم عروسی میکنه. اما تو هم دیگه دختر ما آزار نته. روی تا خدا ببینه خیر است. میفهمی به خاطر مادرم جگرخون میشم. همیشه او در بین میمونه. بس از دیگه چی حال است؟ نه که به جنازه آمدی؟ زود شو بخیس میریم. اما کجا؟ میخواستم یک دوستم در کلاب رقص ببینم. وقتی تو زنگ زدی به عجله آمدم، حتی برش زنگم نزدم. حالا دیگه بریم. چه باور کو حوصله ندارم. هیچ خوبم نیستم. میفهمی خب من در خانه میباشم، تو برو با دوستت لذت ببر. گپای اینا قبان بخیس دیگه. بخه بریم. من هیچ خوب نیستم، باور کو. لطفاً تو برو لذت ببر. افسوس به تو.
به خدا افسوس به تو. حالا مرا تنها میمونی. مرا چطور وجدانت قبول میکنه؟ باید تنها برم. حالا بخیز میریم. زود چو باش که برات یکان کالای مقبولم باتم. زود چو دیگه. زیاد مقبول شدی. دور بته که ببینمت. این ایام شد. آی زیاد مقبول شدی. بیخی بخیلی مامد. باز چی شده؟ تشویش نکن. مویایتم جور میکنم. من یک بار به سینان زنگ بزنم و تشویشش هستم. شماره مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بدن و تماس شوید. خاموش است. حتما چارچش خلاص شده. کلان آدم از تو هم دیگه قدر زود ور خطا نشو. بیا دیگه زیاد نازدانگی نکو. حالا برو. درباره روزنامه برش گفتم. آدم عجیبی بود. بعد رقم حقناق گرد میزد. خب شما چی کردید؟ چی کنم دیگه؟ بازم این تیاره را جور کردم. بعدن؟ بازدمی کار مانده. داخل ببرینش ما میایم. خانما یک کار عاجل برام پیش شده. شما از نان لذت ببرین. من زود پس میام. درست است. نوش جانتان آقا اومد. بسیار زیاد تشکر. موضوع چی است ودت؟ مواد از بین بردم. بیادر والله ما هیچ کاری نکردیم. پدرم کلش دکه موت انداخت. حالی هم شاید بگویی که سر شبم انداخت. ها انداخت بیادر. با این قد و قوارد امروی مرش خندی میکنی اشتکک. نامت چی است؟ سینان. گوش کو چی میگم سینا. بیبی تفلک صدمند. ما در زندگی فقط یک آرزو داشتیم. وامی بود که صاحب تیاره شوم. اما نشد دیگه. موفق شده نتونستم. فقط تانستم امی رستوران جور کنم. چرا؟ به خاطر که مثل تو آری آدم های احمق آرزوی ما به خاک یکسان کنن. حاله یا امشب میری مال ما برم پس میری یا هم پولشه. پولش چقدر میشد ودت؟ 100,000 لیره. گفتین 100,000؟ شنیدی دیگه. هوش کنی کدام چالاکی نکنی. به از ما فرار کردن نمیتونی. اگر پیش کدام پلیس مولیس بری باز قبرت خودم میکنم. فهمیدی؟ گپا گرفتی دیگه نه؟ آفرین. حالا دیگه رنگت گم کن. تو هنوز هم اینجا دب کردی. بخه برو دیگه. فقط تیاره پدرش باشه که اینجا 6 ساله.
وداد ما چرا به یک قسم آدم های ناق مسئولیت دادیم؟ ها؟ تو همون تو گفتی پیلوت. امکان نداره. تو ایره بگی به انگر ببر. کاری کمی طول خود کشید. ایره قطع کن. سینان زنگ زدم چرا موبایلت خاموش بود؟ خواهر چی شده؟ راستش مامیال 100,000 کار دارم خواهر. چی؟ اگر پول ماما داره که کلش پدرم دکه موت انداخته امشب نباره مرا میکشن. تو چی گفته میری سینان؟ کی تو رو میکشه؟ تو کجاستی؟ جایت برام بگو. من میایم همراه آدم ها گپ میزنم. خواهر چرا نمیفهمی؟ اینا گپ کسی را گوش نمیکنن. سینان اونا کی هستن؟ چند دفعه است که پرسان میکنم چرا برام نمیگی؟ یک نفر با نام پیلوت است. واقعا یک آدم بد است. های خواهر حالا شما بگین که من چی کنم؟ درست است تو آرام باش. من آدرس تلفن کن. من اونجا پول برات میارم. اما حالا این پول ما از کجا پیدا کنیم؟ سفدا چی شده؟ تو خوب هستی نی؟ سینان زنگ زده بود گفت که او را میکشن که به 100,000 لیره ضرورت داره. چی؟ یعنی چی که میکشن؟ کی میکشه؟ نمیفهمم. یک نفر به نام پیلوت است. پیلوت؟ گفتی پیلوت؟ این دیگه چه قسم نام از او کی است؟ خالی ایره بان که کی است و به 100,000 لیره ضرورت دارم. درست است اما قدر پول از کجا پیدا کنیم؟ ما حتی 10,000 لیره هم نداریم. پدرت؟ اگه از پدرت بخوایم چی؟ گفتی از پدرم قدر پول از کجا پیدا کنه؟ بی از او کل چیز به خاطر او شده. به این صورت برو از کسی که عاشقت هست بگی. فقط امو است که میتونه قدر پول برات بده. اما این امکان نداره. سفدا مجبور هستی. دیگه از کی قدر پول گرفته میتونی؟ کجا میری؟ صبر کن. نمیفهمم. سفدا یک بار گوش کو چی میگم. پیش ازی که پشیمان شوی یک بار پیشو برو. بگیرید. شبتان بخیر. خوش آمدین خانم سفدا. آقایگار خانه هستن. باید عاجل ببینمشان. خودشان خبر داره؟ نه. یک دقیقه ما برشان خبر میدم. بگو چی گپ است؟ آقایگار خانم سفدا آمده.
گفتی سفدا آمده؟ میخوای عاجلا برای شما گپ بزنم. درست است. حالا زود داخل روانش کن. درست است رئیس. خانم سفدا بفرمایید. بالاخره پیشم آمدی. خوش آمدی سفدا. از روزی که دیده بودم تا امروز منتظر امی لحظه بودم. بیا اینجا بیشی. سر پای استاد نباش. چی میخوری؟ راستش من زیاد وقت ندارم آقا. من بسیار عاجل به 100,000 لیره قرض ضرورت دارم. او هم امی امشب. گفتی قرض؟ بله قرض. در زودترین فرصت پس میدم. پرسان کدام میتونم که ای پولا به خاطر چی میخوای سفدا؟ لطفاً پرسان نکنین. ای برام یک موضوع مهم است. راستش یک موضوع حیاتی است. بیبی سفدا، بیازو پدرت به اندازه کافی از من قرضدار است. حالی دیگه چی مانا؟ یعنی که قرض نمیشه. اما بیازو برای چند دقیقه منتظر باش. بله سینان. خواهر اون نفرها باز زنگ زدن گفتن که وقتت کم است. اگه پولا پیدا نکنه مرا میکشن. حقت حلال که خواهرم. چطیات نگو بیا در آرام باش. درست است من زود پول برات میارم تو منتظر باش. ای پول از تو است. اگر پیشنهاد من قبول کنی باز کل داراییم از تو میشه. پیشنهادتان چیست آقا؟ از من شو. همیاله وعده همینجا. تو چی گفت امیری ها؟ تو مرا چی فکر کردی؟ صبر کن چی میگم خواهش میکنم. همراه من عروسی میکنی؟ قبول کن که خانم من میشی. تا آخر عمر تو رو خوش نگاه میکنم. انسان با کسی که میخوای عروسی کنه میگه پاره میزنه. تو هیچ نمیشرمی؟ زیاد منتظرت بودم سفدا. هلم کو مثل دیوانه عاشقت هستم. چی میکنی؟ دستت پس کن. دیگه تحمل کردن نمیتونم. کاسه صبرم لبریز شده. دیوانه شدی اول کار. هلم کو بدون تو نفس کشیدن نمیتونم سفدا. حتی یک لحظه بدون تو فکر کردن نمیتونم. چی میکنی؟ هلم کو دوست دارم. هلم کو دیوانه شدم که نمیبینی. من زیاد دوست دارم سفدا. زیاد دوست دارم. تا آخر عمر تو رو میخوایم سفدا. دوست دارم سفدا. عاشقت هستم. باور کن دوست دارم. باور کن دوست دارم.
رئیس بله صاحب. سفدا کجاست؟ همین حال از پیش رو اینتر شد رئیس. بده زود شو. پول من دزدی کرد. آبادم که پول دوزی کرد. صبر کنه. خیرات است. اصلا رئیس ما حمله کرده و پولش دوزی کرده. فرار بکنه فرار. حالا برو زود برو. سفدا کجاست کوکسال؟ یک دوستش از بنام توکچه خانه او رفتن. توکچه آدرسش روان کن. آدرسش یک دقیقه. خیریه؟ چی شده؟ آدرس توکچه را بده. آقا اویگار میخوایم. بله آقا از شما یک سوال دارم. سفدا در اونجا پیش شما چی میکرد؟ پول من دزدی کرده. چی؟ پولتان دزدی کرد؟ چشمت روشن خانم خیریه. دخترت با دوزی کردنم شروع کرده. چی؟ دوزی چی؟ دخترم از زندگی کار نمیکنه. دوزی چی ها؟ کده دگه کده بتی. و حالا یک واقعه دزدی رخ داده. ما فکر میکنیم یکی از خانه های همین منطقه است. یک دختر است. راستش ملا صاحب او دختر کمه. بازاری از هیچ خوب دختر نیست. بازاری گفت. حالا بیادر جان تو به کارت برس. سر یک مرد به خاطر پول حمله کرده. شما دیدینش؟ نه خیر ندیدیمش. درست است. مزاحمتان شدیم. شب بخیر. از شما. مولا صاحب خداوند از شما راضی باشه. بسیار زیاد تشکر. حتی به خاطر من مجبور شدین دروغ بگوین. یک چیز دیگه گپایی که گفتن کلش دروغ است. کلش تهمتای و انسان کثیف اویگار است. من دختر بد نیستم. بازاری هم نیستم. او دیگه چی مانا؟ آدم احمق. یعنی که دزدی نکردی مترس. نه مولا صاحب. دزدی چی؟ گفتم میتونیم که قرض گرفتم. مجبور شدم. به خاطر پول کم بود که بیادر خورده ما بکشن. از او خاطر باز خب ما هم باید. زخمی شده. از داخل میرم براتون یکون چیز میارم. مولا صاحب یک چیز دیگه چارجر دارین؟ باید به پدرم زنگ بزنم. زیاد به تشویشش هستم. از موبایل استفاده نمی کنم. از موبایل استفاده نمی کنه؟ آی خدا. شما دا موتر برین. آقا اویگار به حوزه برین و شکایت کنین. مطمئن هستم پیداش میکنن. بسیار خوب آمر صاحب بسیار خوب. درست. زمین چاک شده. دختر قد که چی بالا. حتما که در اینجاست. واضح است که پاچ شده دیگه چی کنه. بی سارب تا وقتی که سیفدار پیدا نکردین امشب هیچ کسی به خانهش نمیره. خانه و دختر نامش توکچه است. او را باید زیر نظر داشته باشین. همه گیره باید خبر بدین. درست است رئیس. حالا نام ما اویگار ساریکایاست. تا که خانم آینده ما از اینجا پیدا نکردیم هیچ جای نمیرم. کلتون باید این گپا بفهمین.
اگر زیاد اعصابم خراب شد اینجا را در میتم و دست کلتونم خلاص. مولا صاحب البته زندگی به شما واری آدم آسان است. به جای شما اگر ما می بودم باز خدا به خدا می سپردم. اما باور کنین او خودی زیاد در قصه من نیست. یگان وقت به خود میگم چی گناه کردیم که این قسم باید جزا ببینم. البته بازم هیچ چیز نمیفهمم. درباره او گار به شرف که براتان گفته بودم نی. پدرم از او بسیار زیاد قرضدار است. خانه ما کل چیز ما از او است. میخواین مکت از او عروسی کنم. از او احمق نفرت دارم. اما هیچ کس نمیخواه مرا درک کنه مولا صاحب. این طفلی که در عکستان است بچه تان است مولا صاحب؟ زیاد شیرین است. تشویش نکنین چشمایم نظر بد نداره. واضح است که با عشق عروسی کردین نی؟ به خاطر که بچه تون زیاد قندول است. حالا اگه شما شکرگزار نباشین باز کی باشه؟ هموتون نیست؟ راستی مولا صاحب خانمتان کجاستن؟ نمیرن که ما هم برایم از اینجا. مزدار معلوم میشه به خدا. مرا به خوردن دعوت نمی کنین مولا صاحب؟ بیازو به خاطر شما تیار کردیم. مسیر استم. بخورین که یخ میشه. مولا صاحب از کجا فهمیدین که من گشنه هستم؟ نوش جانتان. بسیار تشکر مولا صاحب. راستی من سیف داشتم. معاملی هستم. خوش شدم. بفرمایین. بسیار تشکر. آی اگه دوا انداخته باشه چی؟ اگه وقتی در خواب باشم در حقم کاری کنه چی؟ یک بار باید نمکش بچشم. خوب است. نوش جانتان. بسیار تشکر. فکر کنم سرم فهمید. فقط که مغزم خواند. آشپزخانه رو بی گل باریز. معلوم میشه که زنی زیاد با سلیقه است. مولا صاحب کی باشه یعنی؟ نه که خانومتان است. شما برین نانتان رو بخورین. چقدر یک آدم خونسرد است.
خانم دویگو؟ ما دوایی را که چشم پشتش آمده بودین آوردم، بفرمایید. زنده باشین، اما با زحمت شدین. بیازو سبا پشتش می آمدم. خواهش میکنم. زحمت چی؟ بسیار خوب. پولش چقدر شد؟ هیچ مهم نیست. نه ببینین این قسم نمیشه لطفا. اما حال خود دواخانه نیستیم. سبا بیاین باز برم بدین، درست است؟ درست است. بازم بسیار تشکر. دویگو؟ دخترم تو دا اینجا چی کار داری؟ دوایی را که ملا صاحب خواسته بودن از گدام آوردن برشان آوردم. ها، وقتی تو زود نامدی باز به تشویش شدم. در این منطقه آدمای بی سر پا زیاد است. چند دقیقه پیش پلیسا در اینجا یک دختر می پالیدن. خوب به هر صورت شبتان بخیر. از شما. شب بخیر ملا صاحب. شب بخیر. مولا صاحب این دختر سرتون چشم سرخ کرده؟ یعنی مربوط من نمیشه، اما اگه من بجای خانمتان می بودم باز یک دقیقه تنها نمیموندمتان. نیکی من کدام گپ غلط گفتم؟ دخترم نیکی ندیدی؟ در خانه او آدم یک چبلی زنا نبود. من خود تو یک چیز ندیدم مادر. مچم تو چطور در یک نگاه همه چیز میبینی؟ یادی است چون چشمای تو بجز از او کسی دیگر را نمیبینه. دویگو؟ پلیسا او دزدی را که میپالیدن نیکی در خانه علی پد شده. علیهان؟ وقتی من از خانه و قسم برآمدم حتما به تشویش من شدی، اما تو نیست؟ نه، ما به شفاخانه میرم. گفتی به شفاخانه؟ بچه نازم عاجل به شفاخانه بردن. مام گفتم یک بار برم ببینمش. مام بیاین پدر. خوب است، حالا بیاین. آمین. مولا صاحب شما در خانه نماز میخوانین چطور؟ ای وای مولا صاحب، مولا صاحب کی است؟ ملا صاحب این بیادر ما را دوست دخترش ترک کرده، یا هم دست به خودکشی زده تحمل نتونسته، یک دوای قوی خورده، معده‌اش هم ششتن، بعدن هم یک ماه بعد رگای دست خود زده. دستایش یک بار ببینین به این وضعیت خود رسانده. از سر تامیر میخواست خود پایین بندازه، گیرش کردم پیش شما آوردم. ها الاکو بیادرم نمیخوایم که زندگی کنم. گپ زور است؟ بله اگه لازم شود گپ زور است. بسیار کار خوب کردی که اینجا آوردیش. خدا داد. 2 دقیقه منتظر باش، من پس میایم. گفت منتظر باش. مولا صاحب مهمان دارم. مهمانتون کی است؟ نمیشناسمش. کسی را که نمیشناسین او را مهمان میکنین؟ کت خدا داد آمده. خدا داد؟ دوستم است. مولا صاحب میشه که کدام وقت دیگه او را مهمان کنین؟ نمیشه، به خاطر که وضعیتش چندان خوب نیست. گفتین چندان خوب نیست؟ چرا؟
ببینین دیگه نمیخوایم منتظر باشن. شما مستقیم برین با اتاقتان خو کنین تا وقتی که من آمدیم از اتاقتانم بیرون نشین. درست است؟ درست است. ملا صاحب من زود میرم چبلیای من میگیرم. راستش به خاطر که اونو نباید ببینن. ببین بیادر، نتیجه ایره که مزگه پای تو گرفته می است که در اصل خداوند تو را کمک کرده، اما تو بجایی که شکر گذار باشی بازم رفتی که خودکشی کنی. ملا صاحب ورشکست شدم. دوست دخترم بیازو او مرا به می خاطر الا کرد. ما عروسی میکردیم، همه چیز ما تیار بود، اما او مرا الا کرده رفت. یک باری قسم فکر کن، اگه ورشکست نمی شدی باز چهره واقعی دوست دخترت دیده نمیتونستی. شاید دیگه پدر کل زندگی نمیفهمیدی که دختر به خاطر پول تو را دوست داشت. در واقع دوست دخترت تو را ایلا نکده، تو را ایلا کدی اما خودت خبرم نداری. یعنی در اصل خداوند تو را از دست او نجات داد. گوش کن، فراموش نکن، حقیقت همیشه یک چهره دگم می داشته باشه. اگه تو اصرار کنی که فقط یک چهره او را ببینی باز از بین میری، بعداً باز میگی خداوند چرا کمکم نمیکنه. ما چون ما چی گناه کردیم که خداوند برام جزا میده همیشه اف میکشیم. ایره هرگز فراموش نکن، زندگی دنیا فقط یک امتحان است و راه کامیاب شدن هم فقط صبر کردن است. شب بخیر. شب شما بخیر. سفدا کجاست؟ نمیفهمم. زود باش داخل برو. ای که داخل رفتی باز کل چیزا میفهمی. داخل برو. حالا دیگه سفدا 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 کجا رفته؟ برام بگو کجا رفته دختر؟ آقا برتان گفتم که نمیفهمم. نیک پیش شما نامد، سر پای سات ماندین. برین بشینین با هم گپ میزنین. با من ایره بگو که سفدا کجا رفته دختر؟ اگه نه تو را از بین میبرم. بیادرش از یک نفر به نام پیلوت قرضدار بود. به خاطر پیدا کردن پول از پیش من رفت. پیلوت؟ ملا صاحب اگه بازم کدام خرابی کرد براتون بگویم؟ نه دیگه نمیکنه. یادت نره وعده کردی بار دیگه خودکشی نمیکنی، درست است؟ هیچ وقت نیم ملا صاحب. بسیار زیاد تشکر. خب دیگه برین، شبتون بخیر. شب بخیر ملا صاحب. شبت بخیر.
بچه ما ایره چطور برای کلگی بگوین که یک نفر من خواهین برام ها؟ تو چطور با اعتبار ما بازی کده میتانی احمق بیشرف برام جواب بده نه که در قانون ما همراه زن و دختر کسی انجام دادن یک قسم یک کار رواست احمق بگو آدم کسی پیلوت بس است بیموره با اون که رفته مردار شوه تو برو موبایل جواب بده حالا اویگار جوابته ها بگو ایگار چطور هستی پیلوت بیادر؟ چطور باشم دیگه ایگار مصروف کار هستم یک نفر به نام سینان حال پیش تو است؟ هست یا نیست توی غرض نگی موضوع را بگو که چی گپ هست پول ما دزدی کده پیلوت برای زحمت میشه اما سینان چند دقیقه پیشت نگاه کن مزوت کده اونجا میرسم درست است؟ نه نمیشه اویگار برات گفتم نه پول ما آورد او بچه سر وقت پول بر ما آورد ما وعده خلافی نمی کنم از خود اعتبار دارم بچم برات میگم که او پول از ما دزدی کده پیلوت او مشکل تو از اویگار بچش اگه بگویی که در مشکل هستم باز بخوای من فوراً میایم درست است که از تو یک جان قرضدار هستم اما قوانین من زیر پای کردن نمیتونم میره بفهم درست است بیادر درست است میبخشی که بزامت شدی خدا یارت احمق بیشرف بالاده پس قوانینت تو او پوله از اویگار سایکایا دزدی کردی بچه احمق نه بیادر ما دزدی نکردیم یعنی او آدم کلان دروغ میگه بیادر والله که ما دزدی نکردیم ما او پول از خواهرم گرفتم در او صورت خیلی خواهرش جزی کده خواهر ما داخل نساز خواهرت خودت داخل ساختی گو سالی لوده ودت نساخته حاله برو رنگت از اینجا گم کن دیگه ای طرفا نبینمت حرکت کن نزدیک نشو فایر میکنم مشکله این مردم میفهمی که چی است؟ ودت؟ کاکگی ناق میکنن در حالی که وقتی اصل هر بگیری باز حتما باید فایر کنی ای قصه ببرین با سگا بندازین که بخورنش میفهمین که من جسد هیچ خوش ندارم نفرت دارم مولا صاحب این قسم کمی بد نیست چون همیشه از خدا و دینش میگن نی یگان چیز آوردم که در سرت بندازی بالشتان برات آوردیم که راحت باشی شب بخیر ما بیا زود چند دقیقه بعد میرفتم خودتان میفهمین مهماناتون رفتن؟ بله رفتن
وقتی گفتم بد نیست شد و حالت نفر خراب شد. اوف چرا با دیچتیاتم میگفتم ها؟ خانم سفدا؟ بسیار زیاد میبخشین مناسب. ما به خاطر معذرت خواستن آمدیم. شب بخیر. بسیار زیاد معذرت میخوایم مناسب. دفعتاً دستم خورد. مناسب دستتان. واقعا زیاد معذرت میخوایم. ناغلطی شد. میگی ناغلطی شد ها؟ خب بله مناسب. حادثه بود نی؟ یک دم شد. یک دفعه. من امیال کلینا رو جمع میکنم بانی. دستتا پس کو غرض نگی. یاشار تو چرا این کار اعلام میکنی بچه؟ ها؟ مشکل چی است؟ نه اگه از ما خوش نیستی باز بگو. ما سر هیچ کس به زور کار نمیکنیم. با ملاسه وعده دادیم بیادر. چی؟ گفتم با ملاسه وعده دادیم. ودت ای چی گفته میره؟ یه واقعی ملا چندمین ملاست؟ نه که کل ملا صاحبای مملکت کار و روزگار خود اعلا کرده پشت ما را گرفتن. چی حال است؟ همیشه مو یک نفر از پیلوت در منطقه پایین یک نفر با نام ملا علی است. تو میشناسیش؟ نه تا هنوز نمیشناسم. تو دیدیش نه؟ نه پیلوت نامش شنیدم اما نمیشناسمش. خوب است. خیبر معرفی شویم کدش نه. میشه دروازه رو باز کنی؟ لطفاً. بیبی نمیخواستم تو را جیگرخون بسازم. سفدا خانم سفدا به خاطر که قلبتان شکستاندم جیگرخون هستم.
سالا میشد. مثل چشمای متوجهش بودم. یارد از زمین توته دیدم. باز نفهمیدم که چی کنم. من 6 ساله بودم. صبح روز عید مادرم به ما و بیادرم در بالای تخت هر دوی ما این توپ برفی را مانده بود. وقت بیدار شدم او بهترین صبح عیدم بود. او روز آخرین خوشی های ما را با هم تقسیم کردیم. دم و عید پدر و مادرم از دست دادم. بیادرم در وقت فرار از اونجا فقط همون توپ برفی را همراه خود برد. من همیشه به این باور بودم که بیادرم از برکت همون توپ برفی پیدا میکنم. شاید احمقانه باشه اما همین قسم است. او به من یک امید بود. وقت او را پیدا میکردم باز میگفتم بیبی این همون توپ برفی است که مادرم به ما تحفه داده بود. من بیادرت هستم. اما توپ دیگه نیست. حالا زیاد ناوقت شده. شما آرام خو کنین. به خاطر که قلبتان شکستاندم معذرت میخوایم. مولا صاحب معذرت میخوایم. من زیاد جگر خونتان کردم. به خاطر جبرانش هر کاری از دستم بیاید انجام میدم. وعده میدم. اما پیش از او دستتانه امکان داره توی شیشه دهی مانده باشه. اگه میخواین یک بار ببینمش. نه چیز مهمی نیست. حالا دیگه شما برین خواب کنین. شب بخیر.
اون نفرم اینجاست. مسجد غلط نکرده باشیم. همینجاست بیادر. خب پس در کجاست؟ در مسجد از دیگه کجا باشه؟ خیلی چرا تو استاد هستی بچه؟ برو ملا صاحب صدا کو. ما وضو نداریم که داخل مسجد شویم. ما را غرق گناه نکن. حالا برو. بیادر ما وضو ندارم. بچه حالا که به ملا صاحب وعده دادی کار اعلام میکنی بدون وضوی طرف و طرف نگرد گوساله. حالا برو وضو بگی. عجب لودار گیر آمده. بیادر بسته است. چطور بسته است؟ مسجدم بسته بوده میتونه بدت. ما خونه میفهمم پیلوت. بچه بالاخره یک چیز خوب بفهم. به نمود خو نگاهت نکدیم. او آدم یاشار ما نیست؟ خیرت باشه یاشار کی را کار دارین؟ ملا صاحب علی را کار داریم. در این وقت تو در مسجد چی کار داشته میتونه؟ تو خبر داری که چند ساعت از نماز خفتن تیر شده بچه؟ چی وقت میایه؟ صبح به نماز صبح میایه. بعدن هم بیازو عجل به دکان میره. امام صاحب دکانم داره؟ امام چی؟ امام همین مسجد هم میگم. شما ملا صاحب علی را امام از این مسجد فکر کردین؟ نیست یعنی؟ نیست. یاشار بچه مگم تو برشان نگفتی؟ خودگه حالا شبتان بخیر. نام خدا با چشمای دیدی که چه قسم دوستا داره. مادری که پدگ از کجا کشیدن چه قسم دوستا داره. حتی هنوزم نمیفهمیدن که امام مسجد نیست. آی میرال تو چرا پشت ملا صاحب علی را گرفتی ولی از خدا؟ نه که هیچ چیزی را نمیفهمین. نمیفهمین دیگه. خواه یاشار بچیم. من حال امرای تو چی کنم بچیم؟ ها؟ حالا که تا اینجا آمدیم نماز جنازه تو را برپا نکنیم ها؟ چی کنیم؟ بیادر به خدا ما هم نمیفهمیدم. قسم میخورم زیاد آدم دیندار است و تمام مردم منطقه او را ملا صدا میکنه. ما چرا اینجا وقت خود ضایع میکنیم؟ حالا که با دیدن ملا آمدیم دست خالی نریم یک سر خانه شام بریم. چی میگی پیلوت؟ دست کدانه تا بچی احمق. رفتن به خانه ملا صاحب چی ما را میته؟ نه که تو نیت داری ما را به جهنم روان کنی. خیلی چی کنیم؟ باز خود آمدیم اینجا. باز شیشته با هم دیگه قسم میکنیم. برش میگم و میپرسم که چرا تو مانی تجارت ما میشی. برش میگم که مال ما را خوب از زور سر کسی نمیفروشیم. برش میگم کسی که میخواد میگیره، کسی که نمیخواد نمیگیره. یگان چیز برش میگم دیگه. چی بگویم تو بگو. درست است. براتون احترام داره. براتون احترام داره. اما هیچ کس نمیتونه که همراه آرزوهای ما بازی کنه. همونتو نیست بدت. حالا تو چی از پشت ما آمده میری؟ همراهی تو کار ما خلاص است. برو دیگه. حالا برو وضوی تا بگی. هیچ دختر خوب معلوم نمیشه. کل منطقه خواهمتون میگن محچوم والا. حیران ماندیم که چی کنیم. خدا میفهمه که در این منطقه دیگه چی روزا رو ببینیم. اونه میرالم آمد. میرال جان تو شنیدی؟ در نزدیک خانه ملا صاحب یک دختره میپالن. در سرکا مردم برآمدن. ها شنیدم. خدا کنه که یک دفعه از خانه او نبرایه. از خانه کی نبرایه؟ یعنی مادر حالا دیگه درست است آمدم. به هر صورت باز پسان گپ میزنیم. خداحافظتان.
خداحافظ. در این وقت شو بسیار بد است. خب ما چی گفتیم؟ همین که کارم خلاص شد میایم تو را میبرم. فقط 2 روز. این قسم فکر کن. خو میکنیم بیدار میشیم، خو میکنیم بیدار میشیم. درست است؟ درست است. مادر کلماتم جگر خون نکو. او را خسته نساز چون او پیر است. درست است؟ درست است پدر جان. آفرین به تو. رستم به احتیاط رانندگی کو. درست است؟ درست است آقا. بی عجله نکنی لطفا. شما تشویش نکنید. حالا بیا که یک بار دگم تو را در بغل بگیرم. درست است؟ حالا برو دیگه. پدر بازی چیم؟ مزود گرفتم یارم. نه تو متوجه بچه‌ام باش. محترم روشن کن. من خودم رفته برش میارم. چیگه پس؟ نه مولا صاحب مولا صاحب مولا صاحب مولا صاحب مولا صاحب نرو. معذرت میخوایم. من میرم براتون آب بیارم. بگیرین مولا صاحب. شما مثل ما کابوس میبینین مولا صاحب؟ وقت نماز صبح شده. چقدر یک انسان خوب است. اونا رفتن مولا صاحب. مولا صاحب حتما خوست. مولا صاحب به ای باور بودم که بیادرم از برکت همین توپ برفی پیدا خود کردم. شاید گپ ناق باشه.
اما همین قسم است. به او میگفتم ببین این همون تحفه است که مادرم به ما تو داده بود و اما بیادرت هستم. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. هرچند دعای ما قبول نمیشه اما خداوند از شما راضی باشه. به ای باور بودم که بیادرم از برکت همین توپ برفی پیدا خود کردم. شاید گپ ناق باشه اما همین قسم است. به او میگفتم ببین این همون تحفه است که مادرم به ما تو داده بود و اما بیادرت هستم. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. هرچند دعای ما قبول نمیشه اما خداوند از شما راضی باشه. صبر کن فرار نکن. گم شوین. صبر کن چی میکنی؟ فرار نکن. حیوان علم کن. اینجا بیا. سر صدا نکن. صبر کن سر صدا نکن. مرا چی شده؟ نفرها کجاستن؟ کدام نفرها؟ او نفرهای اویگار کثیف. من فکر میکنم کابوس دیدین. نه وقت شما نبودین دو نفر آمدن کوشش کردن که مرا به زور ببرن. فکر کنم که باز من ضعف کردم. بعد نفرها نیست. شما نترسین. در اینجا هیچ کسی به شما ضرر رساندن نمیتونه. چطور؟ در ضمن یادداشتتانم خواندم. دعایی که با اخلاص شوه حتما قبول میشه. زنده باشین. توپ برفیرم کماتم جور کردین. قربان دستایتان. حالا بریم چای صبح تیار است. پس اون نفرها کجاستن؟ حالا دیگه زود باش. حالا از او دو نفره که پیش خانه توک روان کرده بودیم هیچ کدام خبری نیست. یعنی چی که خبری نیست آدم؟ موبایلشان هم خاموش است. کل جا را دیدم اما هیچ خبری نیست. چطور خبری نیست؟ میبخشین نه که دختری را که دیشب گم شده بود میپالین. بله ما دیشب در خانه مولا علی یک جورا چبلی زنانه را دیدم. کدام تکلیف داره؟ در هر خانه امکان داره که چپلی زنانه باشه اما تو نیست خانم. مولا صاحب علی متأهل نیست. تنها زندگی میکنه. هیچ کسی را نداره. روز بخیر.
معلوم میشه که نیستن. فکر کنم که رفتن. ما بی از اون نزدیکای شام دیگه میرم. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر ملاسب. اما خطر تا هنوز رفت نشده. برای همه شام خو اینجا مانده نمیتونم. مجبور هستم برم ملاسب. البته من فقط یادآوری کردم. تصمیم خودتان میگیرین. این خوبیتان هیچ وقت فراموش نمیکنم. واقعا بسیار زیاد تشکر ملاسب. ملاسب باز نکنین. نکنه اون نفرها باشن. با پلیس خبر بدیم. ها؟ نه با پلیس خبر ندیم. پس چی کنیم ملاسب؟ آرام باش. خدا داد است. من خواسته بودمش. خدا داد؟ ملا صاحب چرچرک خواسته بودین آوردم. زنده باشی. تو در بیرون منتظر باش. من زود پس میام. صحیح است ملا صاحب. چارجر خواسته بودین اما تو نیست؟ بسیار تشکر ملاسب. من کم کار دارم بیرون میرم. اما خدا داد در پشت دروازه می باشه. به خاطر چی؟ گفته بودین نه که 2 نفر آمده بود. دیگرای شما آمده میتونه. به او خاطر گفتمش. خدا داد میفهمه که من در اینجا هستم؟ نه. خب پرسان نمیکنه که چرا باید باشه؟ خدا داد سوالای بی جای پرسان نمیکنه. منظورش است که سوالای من بی جای است. چقدر یک ملای عجیب است. تا وقتی که من آمدیم هیچ کس داخل نمونی. خدا داد. درست است ملا صاحب. خداحافظ. سیفدا تو کجاستی؟ از شب تا حالا به تشویشت هستم. کسی خدا پولید نیست. راست بگو. نیست. اما دیشب اویگار آمده بود. آدم کثیف. سیفدا تو کجاستی؟ گوش کن به هیچ کس نباید بگی. برام وعده بدی. درست است نمیگم اما برام بگو کجاستی؟ دمو خانه‌ای که روبروی خانه تو هستم. در خانه ملا صاحب. در خانه ملا صاحب علی؟ تو رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. همراهش معرفی نشدیم اما در منطقه کلگی به او احترام دارن. زیاد یک آدم عجیب است. محافظه‌کار است. سیفدا ببین لطفا متوجه باش. نفرای اویگار هنوزم در 4 طرف میگردن. مادرتان بیازو از دیشب تا حالا به تو زنگ میزنن. در پشت دروازه یک نفر است رئیس. هر کسی که باشه سر خانه حمله کرده و دختره میگیریم. برو. موتر آمد. او هم دادانه. بفرمایید کی کار داشتین؟ ملا صاحب نیست. پس شده نمیتونم. ملا صاحب اینجا نیست. یک صدا آمد. من پسند به مادرم زنگ میزنم. بیادر دروازه را کده مشت نزن. زنگش در اینجاست. ملا صاحب خانه نیست. بیادر آیسته. خدایا دروازه را بشکنونی چطور؟ چرا میخوای دروازه را بشکنونی؟ بیادر چی میکنی؟ دروازه میده میشه. تو از یک دروازه چی میخوای یا؟ پس یادم احمق پس شو. بالاخره شکستاندنش. سیفدا 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 کجاستی؟ سیفدا چی شده؟ خسته شدی؟
سفدا 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 کجاستی؟ بیا 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 از اینجا میری بیا بیرون میریم سفدا من هیچ جایی نمیرم تو را هیچ کسی از دست ما گرفتن نمیتونه بیا میری هیچ جایی نمیرم برو از اینجا گم تو شو در این خانه چی کار داری؟ این ملاصب دیگه کی است؟ هیچ کس دوست دختر ما پد کردن نمیتونه هیچ کس حسابی کار از او پرسان میکنم را برو من دوست دختر تو نیستم گم شو از اینجا گم شو با نظرم تو خوبی رو نمیفهمی بیا بیا دیگه چوب باش زیاد سر و صدا نکن بیا گفتم برو دیگه زیاد چیک نزن چوب باش حالا دیگه حالا کلگی ما را میبینن چوب باش دوست خواست خانه ملاصب ولی برآمد چیک نزن گفتم چیک نزن دیگه آرام باش با خوبی برو دماتر بالا شو حالا زوچو بالا شو بیازو آدم شورش است اگه به زورم باشه بیازو میبریش دیگه خواهر نه خواهر چرا تو میگی تو نگو دیگه تو از اینجا میبرم بالا شو زوچو بیادر ملاصب چطوری تو یک کار کده میتونه از هر کس دیگه انتظاری کار داشتیم ما از ملالی نداشتیم وای به حال منتظر چی هستی؟ حالا حرکت میکنیم زوچو آرام باش زیاد چیک نزن آرام باش با چشمای خود دیدی حالا باور کردی مانده نباشی؟ زنده باشی خوش آمدی ما منتظر تو بودم میرفتم کامپیوترت آماده است هیچ مشکلی نداره ویندوزش هم نو کردم پولش چقدر میشه ملاصب؟ این بار چیز نمیگیرم امکان نداره ملاصب؟ امکان داره این بار چیز نمیگیرم بسیار زیاد تشکر ملاصب زنده باشی بخیر بری دختره را که در خانه‌تان نگاه کرده بودین صاحبش آمد و را همراه خود برد خدا داد ملاصب ببخشید دروازه را شکستندن مانع شدن نتونستم مانعشان شوم درست است بیادرم درست است دروازه را شکستندن ملاصب مانع شدن نتونستم مرا ببخشید درست است بیادرم درست است کاکا جان تو به شرفم را که خود زدی حیوان خیرت از کاکا کدام اشتباهی کردیم؟ دختر از خانه کی گرفتی و آدم در منطقه در خانه یک ملاصب بود ما هم گرفتم و آوردمش در اونجا هیچ چیزی ندیدی که توجه تو را جلب کرده باشه؟ نه دو نفر را که سرسرک مانده بودم هر دویشان گم شدن نه دیگه اگه او دو نفر هنوزم زنده باشن باز زیاد خوش شانس هستن
کسی را که تو ملا صاحب و منطقه میگی در پشت او آدم نفرای بزرگتر است تو هستن فهمیدی؟ در سابق به دولت کار میکرد یا گروه مافیای بزرگی را که بچه‌ش به قتل رسانده بودن به تنهایی در یک شب از بین برد. بعداً باز از همه چیز توبه کرد. فقط یک ضعف داره، بیادرش که سال هاست در جستجوش است. دعا کو که توبه خدا نشکنانه. باز تو بهترین دوست او رام لط کردی. هر جایی که فرار میکنی فرار کو، به هر سوراخ که میری برو، اما پیدات میکنه. از او فرار کده نمیتونی. ما کوشش میکنم امرایش گپ بزنم، اما به خاطری که از موبایل استفاده نمیکنه امرایش ارتباط گرفتن نمیتونم. همین که بتونم ببینمش امرایش گپ میزنم که تو را ببخشه. تو هم حال فوراً او دختره ایلا کو. اعلان نمیکنم. سفداره به هیچ کسی اعلان نمیکنم. کاکا به خاطر چی آمده بود رئیس؟ اون نفره که شما ملا صاحب میگین اون ملا صاحب نیست. به کلگی خبر بده، ده هر طرف نفرای مسئله را جا بجا کو. به پیلوتم زنگ بزن، برش بگو که به کمک ضرورت دارم. حالا درست است رئیس. خدا جزایت بده اویگار. احمق، بیشرف. دروازه رو باز کنین! باز کنین! باز کنین! دروازه رو باز کنین! او طرف برو، او طرف برو. مرا ایلاکو بی غیرت. تو ازمه هستی. ازمه. هیچ کسی تو را ازمه گرفته نمیتونه. چی گپ است؟ آقا ایگار، اینجا یک نفر است که میخواد شما را ببینه. کی است؟ نمیفهمم. چطور نمیفهمی؟ چه قسم آدم است؟ دیده نمیتونم کی است. یک نفر در پشت سرم اسلحه را مونده. ازم خواست که براتون بگویم پیش شما میآید. او کی است احمق؟ او کی است؟ کی؟ بله؟ بله؟ میآید. کی رئیس؟ ملا صاحب به اینجا میآید. مانع او شوین، او را بکشین. فهمیده شد؟ چراغا خاموش شدن رئیس. دا اونجا کی است؟ صاحب چی گپ است؟
چی شده؟ یک صدا را شنیدم. میرم میبینم. که کیمیایی ای که از کی فرار میکنی نمیفهمم، اما باور کن این قسم با دیدن ترست به اندازه خوش میشه موی کار. پس چو بیا ایلم کو گفتم ایلم کو. مرای لوکو آرام باش. گفتم مرای لوکو گپ نزن. آرام باش. برو دیگه. اینو بردن. راستی احمد برو زود شو. ایلم کو برو یا احمق. مرای لوکو آدم احمق. بیا دیگه. ایلم کو بیا احمق بیا. بیا در موتر بالا شو. هیچ جایی برای فرار کردن نداری. بالا شو در موتر. حالا بالا شو. مرای لوکو کلی موتر کجاست؟ تو گرفتیش؟ نمیفهمم. من نگرفتیم. زیاد سر و صدا کردی اویگار. بسیار. مولا صاحب
خوب هستی؟ خوب هستم. اویگار خوب گوش کن. دیگه همراهی دختر غرض نمیگیری. اگه یک بار دیگه ببینم که نزدیک شدی یا غرضش گرفتی باز جانت برات نمیبخشم. به این خاطر بعد از این متوجه باش. فهمیدی؟ فهمیدم. هر کسی که در خانه ما پناه بیاره او را هیچ کس برده نمیتونه. ایره خوب در مغزت جای بده. نه یک موضوع دیگه، هیچ کس دوست مرا لطکده نمیتونه. بار دیگه نفرایت در منطقی ما روان نمی کنی. گپ ما فهمیدی؟ فهمیدم. بسیار خوب. میفهمی که مشکل اینا چی میتونه باشه ودت؟ ها؟ کاکگی ناق میکنن. وقتی اسلحه را گرفتی باید فایر کنی دیگه. بزنش پیلوت. بکشش.